بیمار آپنه تنفسی، ایست تنفسی خواب هستم. چندین ساله که خلق‌های خیلی شدید میکنم که اطرافیانم خیلی از این بابت مشکل دارن. خودم هم دچار آرزوهای مثل چرت زدن در طول روز، احساس خستگی، خواب‌آلودگی و سستی در طول روز هستم که اونم به دلیل اینه که خواب خیلی خوب و با کیفیتی نداشتم و تا اینکه خدمت آقای دکتر عارف‌زاده رسیدم و قرار که توسط ایشون در ساری تحت عمل جراحی قرار بگیرم. یک هفته است که عمل جراحی آپنه خواب رو توسط آقای دکتر عارف‌زاده انجام دادم و تو این یک هفته هم از لحاظ کیفیت خواب با توجه به اینکه هنوز تورم و ایناش هست، هنوز کاملا وقاحتش برطرف نشده و اینکه خلق‌ها و اینا به مراتب اطرافیان احساس آرامش بیشتری دارن و اصلا تقریبا رد شده صدای خلق و اینکه خواب راحت‌تری دارم و صبح خیلی خیلی سرحال‌ترم با توجه به اینکه حدود یه هفته از این عمل. ضمناً قبل از عمل من ترشحات پشت حلقم خیلی زیاد بود، به خصوص صبح که بیدار شدم و الان بعد از عمل تو این چند روز کاملا ترشحات پشت حلقم خیلی تو اینا برطرف شد.